سلام خدمت همراهان سیارم 24. در این ویدیو به آموزش ماژول محصولات و سرویس ها میپردازیم. بعد از ورود به محیط نرم افزار و کلیک روی منو، در قسمت موجودی نرم افزار ماژول محصولات و سرویس ها امکان ذخیره جزئی ترین اطلاعات محصولات و خدماتی که ارائه میکنید رو فراهم میکنه. این کار به شما برای ایجاد پیش فاکتور، سفارش فروش و خرید کمک میکنه و دیگه لازم نیست برای ثبت هر سفارش یا فاکتور زمان زیادی صرف کنید تا اطلاعات وارد بشن. روش‌های مختلفی برای تعریف اطلاعات محصولات و خدماتتون در نرم افزار سیارم 24 وجود داره. اگر محصولات زیادی دارید، از طریق فایل اکسل داده های شما به طور کامل و یکباره وارد نرم افزار میشه که آموزش اون رو در ویدئوی مربوط به ورود داده های قبلی از فایل اکسل و CSV میتونید ببینید. مسیر بعدی مربوط میشه به همگام سازی با نرم افزارهای متصل به سیارم 24 مثل نرم افزار حسابداری یا سایت فروشگاهیتون. روش دیگه هم وارد کردن اطلاعات به صورت تکی هستش. برای محصولات، ماژول محصولات و برای خدمات، ماژول سرویس ها با ماهیتی متفاوت ولی روش های ثبت یکسان عمل می کنند. وارد کردن تکی محصولات و سرویس ها در هر دو ماژول از طریق گزینه افزودن اتفاق می افته. با انتخاب این گزینه صفحه‌ای باز میشه که شما اطلاعات دقیق از محصول یا سرویس وارد میکنید. اطلاعاتی مثل شرکت تولید کننده، تامین کننده یا شماره سریال محصول، قیمت فروش و خرید محصول و یا سهمی که کارمندان شما از هر کالا دارند مشخص میشه. در ویدئوی مربوط به آموزش ماژول مشارکت در فروش به طور مفصل به نحوه وارد کردن قوانین و مقررات مربوط به درصد بازاریاب یا نیروهای فروش شما پرداخته میشه. اما در شرایطی که تمایل دارید فاکتورها و پیش فاکتورها مالیات رو به صورت موردی محاسبه کنه، باید در این قسمت مقدار مالیات هر کالا رو تعریف کنید. در قسمت بعد اطلاعات مربوط به انبار کالا ثبت میشه. اطلاعاتی مثل واحد مورد استفاده، موجودی انبار و حد ذخیره اطمینان رو وارد میکنید و میتونید تنظیم کنید تا زمانی که موجودی انبار به تعداد مورد نیاز رسید، برای رسیدگی کننده به وسیله گردش کارها وظیفه‌ای برای موجود کردن کالا به طور خودکار ایجاد بشه. تفاوت این صفحه در ماژول سرویس ها به قسمت تصویر محصول، موجودی انبار و سریال محصول محدود میشه و بقیه تنظیمات مشابه هستند.